سلام، امیدوارم که عالی باشین. چند وقت پیش جوجه کباب زعفرونی رو درست کرده بودیم. خیلیاتون دوست داشتین، ویدیوش هم خیلی پرطرفدار شده، همتون دیدین و تو کامنت ها من میخوندم و پرسیده بودم توی اینستاگرام خیلیاتون دوباره جوجه کباب های مختلف و طعمای مختلف میخواستین. امروز هم میخوام یه دونه از بهتریناشو آموزش بدم. من خودم عاشق جوجه کباب هستم زعفرونی، ولی این رو واقعا از ته دل دوستش دارم. هم گوشت مناسبی رو انتخاب میکنم، هم قلق پختنش رو بهتون میگم. به خاطر همین رون مرغ داریم اینجا که همونطور که گفتم یه خورده پخت این قلق داره، ولی بی نهایت خوشمزه تر از سینه مرغ میشه. یعنی بهترین جوجه کباب با سینه رو اگر که بخواید با رون مقایسه بکنید، این خیلی بهتره. مطمئن باشید. حالا میتونید این رو هم به صورت بدون استخون تهیه بکنید که یه مقداری گرونتر میفته به خاطر اون کاری که روش انجام میشه، هم که با استخون بگیرید و خودتون بدون استخونش کنید. کار خیلی آسونیه، یعنی راحت اگر دست به چاقو باشین، یه چاقوی تیز هم داشته باشین، میتونید این کار رو انجام بدین. پاک کردنش به این صورته که اگر رون و بالا رون به هم چسبیده داشته باشین، یه برش به این سمت بزنید تو کل رون و بالا رونتون. استخون رو زیر دستتون میتونید حس بکنید، دقیقاً چاقوتون باید روی استخون بچرخه. بعد از اینکه استخون ساق رو دیدین، یه دست بندازید زیرش، راحت میتونید جای دستتون چاقو رو قرار بدین و این ته ببرید به همین راحتی. بعدش یواش یواش کنار اینو خالی میکنید با چاقو. سر چاقوتون این قسمتش باید تیز باشه، چون با اینجا خیلی کار داریم. توی این قسمت بالارون در انتهاش معمولا یه دونه استخون هستش، باید چاقو رو بندازید زیرش و خودش میاد سر مفصل. سر مفصل رو جدا کردین، یه جوری که کمترین گوشت رو بخواین اتلاف بکنید برشش رو بزنید. حالا یه خوبی دیگه ای که رون داره، وقتی اونو بدون استخون میکنید تمام قسمتاش تقریبا یه ضخامت داره. شما توی سینه مرغ باید قبضش بکنید که همه ضخامت‌ها یکی بشه، میره روی منقل یه جا زودتر نپزه. به خاطر اینکه اون قسمت‌های ضخیم هم بپزه مجبور شین بیشتر روی منقل نگرش دارین و این باعث بشه که اون طعم خوب رو از دست بدید. به خاطر اینکه پخت بیش از حد باعث خرابی میشه. اینا رو من مربع برش میزنم، همه یک ضخامت، یک اندازه. تو مرحله اول نمک خوب همش میزنیم که نمک به همه جاش برسه. اون زومگیری که ما میخوایم انجام بدیم و برامون انجام بده تو همون مرحله اول. اینجا یه دونه پیاز کوچولو داریم، با رنده ریز رندش میکنم میریزم داخلش. هیچ نگران هم نباشین، این غذا اگر بخواد بسوزه این گردوشه که رو حرارت میسوزه و باید اینو بلد باشین که حفظ بکنید برای نسوختنش. این هیچ مشکلی توش به وجود نمیاره. چند وقت پیش من یه دونه کباب ترش آموزش دادم، با گوشت البته بود، ولی خب خیلی شبیه این دوتا غذا به هم دیگه. این غذا مخصوص رستوران بود. پختی که وقتی شما توی رستوران میخواین یه غذایی رو بپزین، نمیتونید یه منقل جداگانه برای کباب ترشتون درست کنید، یه منقل جداگانه برای کوبیدتون. باید همه غذاهاتون با یک دما تقریبا بهترین کیفیت رو بهتون بدن، این کار خیلی سخت میشه. اون غذا جوری تنظیم شده بود که وقتی میرفت روی حرارت، اگر حرارتش هم زیاد بود مشکلی براش پیش نمی اومد. تمام موادش بر این اساس بود و طعم خیلی هم خوبی هم داشت. اون یه مقداری دستورش فرق میکرد با اون چیزی که ما توی خونه های شمالی ها درست میکردیم به عنوان کباب ترش. یه بنده خدا، یکی از این دوستانی که کار آموزش آشپزی مخصوصا کباب میده، من اومدم تو اینستاگرام دیدم، برای من یه خنده زده بود. دلیلش هم اینه که خب خیلی از کارهایی که انجام میدیم ما توی آشپزی، خب شاید وقتی دلیلش رو توضیح ندی به دید خیلی ها بی دلیل بیاد، ولی هیچ کاری رو من اینجا بدون دلیل انجام نمیدم و وقتی به شما میگم شاید تو ویدیوهای دیگه حالا مثلا یه جایی دلیلش هم گفتم، ولی خب همشون منطقی هستش. من انجام بدید کیفیت بهتری براتون غذا آماده میشه. به خاطر همین گوش بکنید و انجام بدید، لذتش ببرین روی منقل. 2 تا حبه سیر هم هستش، اونها رو هم با همین رنده ریز رنده میکنم. این دقیقاً یک غذای شمالی، یک کباب شمالی هستش که تو خونه‌های شمالی درست میکردن. قبلا تو شمال که این غذا همه درست میشده مثل الان رستوران نبوده که
همشون خونگی بودن، اکثرشون خونگی بودن، خیلی کمتر غذاهای رستورانی بوده. به خاطر همین این فرقا بینشون وجود داره دیگه. تو مرحله بعدی سبزی معطر داریم. شمالیا چاق حلواش میزنن، ولی خب این اصلا سبزیه که تو خود شمال فقط گیر میاد. هیچ اهمیت نداره که شما از سبزی معطری که تو دسترستونه استفاده کنید. چی است؟ نعنا جعفری. ببینید از هر کدوم به اندازه همدیگه یه مشت کوچولو. ولی نکتهش اینه که باید خوب اینو ساتوریش بکنید. همین الان که دارم من این غذا رو آموزش میدم، تو خود شمال خیلی از رستوران‌ها کلاً سبزی معطر رو حذف کردن از کبابشون. و اینکه حالا خونگی‌ها اکثراً میزنن. ببینید شما زیتون پروردن هم که دارین، به همین شکل خونگی‌ها سبزی معطر رو بهش اضافه میکنن. رستوران‌ها خیلی‌هاشون حذف کردن. به ریزترین حالتی که میتونید امکانشو دارین خوردش کنید. ببینید اینجا معلومه. اضافه کنید به غذا. مرحله بعدی گردو هستش که مهمترین چیزی که کباب ترش رو میکنه کباب ترش همین گردو هست. ببینید شما میتونید گردوشو چرخ بکنید، میتونید روندو بکنید، یا مثل من با این هاونا بکوبینش. نکتهش اینه که شما باید گردو رو تا حدی بکوبین که اون روغنش هنوز نزده بیرون. ببینید تو فسنجون یا یه سری از غذا انقدر اینو حالا چرخش میکنن یا لهش میکنن، فشار میدی اون روغنه میزنه بیرون، انگار خمیر شده، یه حالت دیگه خیلی ریز شده. این نباید تا اون حد بشه، یه خورده باید بافت داشته باشه. البته این به مدل گردو هم ربط داره دیگه. مثلا گردوی ایرانی خیلی چربه، تا شروع میکنی باش کار کردن چربیش میزنه بیرون. ولی خب مهم اون بافت است. میخوایم یه بافت ریزی داشته باشه که رو کبابمون بمونه. حالا شمالیای عزیز خیلی هاشون به خاطر اینکه خب این غذا برای اونجاست دیگه، از قدیم الایام هم درست میشده، اون بوی چوچاق، اون بوی خلواشی که میپیچیده تو هوا به مشامشون تازه است، اصلا نمیتونن نعنا جعفری رو بخوان جایگزینش کنن. ولی برای من و شمایی که شمالی نیستیم، بهترین چیز همین نعنا جعفری، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. همونطور که گفتم یه سری از رستوران‌ها مثلا حذف کردن سبزی رو. ببینید اندازه‌شو، این عالیه. این رو هم اضافه میکنیم به موادمون. فلفل سیاهش هم من همینجا اضافه بکنم. و شما توی این قسمت دیگه باید یه هم بزنید اینو که گردو قشنگ به همه جاش برسه، بعد باقی مواد رو اضافه میکنم. خوب که هم خورد، یه دونه لیمو از این کوچولوها، لیمو شیرازی ها توش بریزید. این لیموهای شیراز اصلا نگم براتون، اصلا عطرش فرق میکنه. ببین اینجا وجود نداره، تو ترکیه پیدا نمیکنیدش. من از ایران آورده بودن، یه ذره به رمضان آبی دادم، فکر می‌کردم چون لیمو خیلی دوست داره خیلی خوشش میاد. ولی برد اومد ازش پرسیدم، گفتم چطور بود رمضان آبی این لیمو؟ گفت آب نداشت، خیلی آبش کم بود. اصلا متوجه مزهش نشد. ولی ما ایرانی‌ها میفهمیم این داستانش چیه. تو همین قسمت 2 قاشق غذاخوری رب انار خوب خونگی. چرا میگم خوب خونگی؟ به خاطر اینکه واقعا مهمترین قضیه شاید توی این غذا همین رب انار باشه. طعمش رو خیلی عالی میکنه، یعنی رو دستش نیست. من خیلی وقت رب انارمو از خانم حقیقی میگیرم، آشنامونم هستش اینجوری میگم، خانم حقیقی فامیل هستیم با هم دیگه. ولی بهترین محصول و بهترین رب اناری که تونستم بگیرم همین رب اناری هستش که امروز براتون زدم. حرف نداره. قبل از اینکه کامل مخلوطش بکنیم، من یه ذره مایونز بهش اضافه میکنم، خیلی کم. میتونید هم حذفش کنید، تو خیلی از دستورپخت‌ها من مایونز نمیزنم، ولی اینجا زدم چون طعمش رو بهتر میکنه. روغن زیتون همش بزنید دیگه، تمومه. این نگران این رنگش نباشین. این غذا یه دونه سس رومال داره که یه مقدار کره از همین الان هم آمادهش میکنم من. رب انار و زعفرونه. ببینید دوستان، بیشترین طعم رو از حالا ادویه میخوایم و رنگ خوب رو ما برای اینکه بخوایم به کبابمون بدیم توی سس رومالمون هستش. خود زعفرون رو اگر تو بیشتر غذا استفاده کنید، همون اول استفاده کنید، خیلی عطرش میپره تا اینکه آخر غذا اضافه کنید. یه مقدارم زعفرون بهش میزنم.
یه کبابی مثل این احتیاج نداره زیاد استراحت کنه. اگر 1 ساعت هم بمونه براش کافی هستش. میذاریمش به سیخ بزنیم و بریم منقل ببینیم چی در میاد از کار. آتیشو گذاشتیم اونجا قشنگ داره زغال میشه. ببین این خیلی قلق داره پختش، یعنی اون طعمی که بخوایم خوب در بیارین یه قسمت زیادیش برای توی پختش هستش. کامل بهتون میگم که چجوری حرارت رو تنظیم کنید، چجوری بپزینش که رستوران نتونه اونجوری بپزه. باقی مونده این موادی که باش مزه دار کردین رو بریزید تو همین سس رومالتون. این ببینید نمیدونید چه کار میکنه براتون، همه اون طعما رو دوباره توی پخت بهش میده. زغالا رو میذارم سرخ بشه، بعد 10 دقیقه کاری باش ندارم، کامل روشو خاکستر بگیره، حرارت اون باید بیاد پایین. بعد اون وقت شوجه ها رو میذاریم روش. این از همون اولی که گذاشتنش رو حرارت یه ذره شروع کرده پختن، بعد رومال رو بهش بزنید، یعنی نباید سطحش خشک بمونه. حرارتش هم که پایینه یواش یواش برای خودش میپزه. اینجوری غذا پختن توی رستوران خیلی سخته، به خاطر اینکه تیراژشون بالاست، اصلا نمیتونن یه چنین کاری انجام بدن. ولی خب تو خونه، من این کبابم دقیقاً برای تو خونه دارم بهتون میگم، یکی از خوشمزه ترین چیزاییه که تو عمرتون پختین. تضمینی امتحان کنید، معراج موسوی تضمینش میکنه. ببین بچه‌ها، اگر که این مواد رو درست رعایت کنید هیچ کدومش نمیریزه داخل منقل. الان نه گردومون ریخته داخل منقل، نه پیازی سوخته، نه گردویی سوخته. ببینید کامل دیگه اینجا مشخصه. این هم دیگه پخته، یعنی اوکیه، میتونید از همین الان ببرینش برای سرو کردن. ببین چی شده. داغم هست. اصلا آبدارا، اصلا نگم براتون، اصلا مزه‌شو نمیتونم توصیف کنم.